سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. دوباره خوش آمدین به اولین ویدیو از چینل معلوماتی سلطان یوتیوب. در این ویدیو قرار است برایتان آموزش بدم 0 تا 100 ساختن کانال یوتیوب در افغانستان. حتما لایک و سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین تا از همه اولتر از ویدیوهای ما شما باخبر شوید. زیاد پرحرفی نمیکنیم، میریم سراغ آموزش. خب دوستان عزیز، اولتر از همه میریم وارد اپلیکیشن یوتیوب. وارد اپلیکیشن یوتیوب که شدیم، اینجا روی پروفایل کلیک میکنیم و اینجا ایجاد کردن کانال میزنیم. اینجا نامتان را اختیاری هر چی دلتان شد، مثلا من همین علی فعلا درست است و اونجا قسمت پروفایل کلیک میکنیم. من فعلا پروفایل خاصی مد نظر ندارم و ایجاد کردن کانال میزنم و میریم. حالا کانال درست شد، میریم داخل گوگل کروم، میخوایم تنظیمات های مهمی را درست کنیم که تا درآمد در افغانستان کرده بتونیم. دوستان عزیز، وارد گوگل کروم میشیم و اینجا روی سرچ کلیک میکنیم، میزنیم یوتیوب استودیو. بعد روی لینک یوتیوب استودیو کلیک میکنیم، گزینه دوم انتخاب میکنیم. اینجا هم یوتیوب، روی یوتیوب کلیک کردم. اینترنت ضعیف است. وارد قسم یک صفحه میشم. خب دوستان، شما هم به همچین مشکلی برمیخورین، چون این حساب قبلی شماست. در حساب قبلی شما این کانال لاگین شده و ما دوباره میگیریم داخل گوگل کروم، میریم و از اینجا کاملا بیرون میشیم و روی جیمیل کلیک کرده و خارج میشیم از جیمیل، خارج میکنیم از اینجا و بعد جیمیلی که تازه درست کردیم اینجا لاگین میکنیم و اینجا دوباره روی ما سرچ میزنیم، سرچ میکنیم یوتیوب استودیو و روی لینک کلیک کرده گزینه دومی رو انتخاب میکنیم. دوباره روی یوتیوب کلیک کرده خب اینجا آمدیم دوستان عزیز. اینجا گزینه های درآمدزایی فعال میکنیم و روی تنظیمات کلیک کرده گوشه و اینجا اولی که هست همو پولش است و دومی هم اینجا این خیلی مهم است که را باید روی کشورهای اروپایی بانیم که آسیا فعلا تحریم است و اینجا یک کشور انتخاب کردین و دومی را گزینه دومی را انتخاب کنین و دیگه مهم نیست و اینجا ذخیره میکنیم. همین تنظیمات را ذخیره کردیم و کلا صفحه پاک کرده اسکرین داون میکنین و میاین داخل یوتیوب استودیو و اینجا میبینید دوستان حساب قبلی دوستان، اینجا حسابی که تازه ساختیم در اینجا لاگین میکنیم. خب روی کسب درآمد میزنیم. خب دوستان میبینید اینجا کلا برای ما درآمدزایی فعال شده و اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما لایک و سابسکرایب. تشکر.